سلام بچه‌ها، چطوری؟ من زنا هستم و این اولین ویدیو یوتیوب همه. اگه میشه ازم یه حمایتی کنین، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش. بچه‌ها داخل این ویدیو قرار یه سنسی بهتون بدیم با تنظیمات و دی پی آی که بچه‌ها از چیتم بدتر بشه. بچه‌ها برای اول دی پی آیتون رو 407 بذارید، اینو بهتون بگم. دی پی آیتون رو 407 بذارید و بریم که تنظیمات رو بهتون بگم بدون مطلی. خب بچه اینجا اولین تنظیمات اینو حالا خودتون رو هر کدوم که دلتون میخواد میذاریم برای اسکوپتونه. دومی هم برای اسنایپتونه، برای دکمه که میگید دوم واسه دکمه تیره، سومی واسه اسنایپتونه. مهم نیست بچه دقیقا اینا رو همه به شکل من در بیارم، حالا هر کدوم واسه یه چیزه، ولی بهترین تنظیماتی که من زدم اینه. برین همه رو روی همینا بذارید. خب بله اینجا اینا رو هم همینطوری بذارید. خب اینم که کیفیت و ایناست که اینا. خب بچه ما اینا رو گفتیم، سنس هم بهتون میگیم وسط های ویدیو یا آخر ویدیو. سنس چون که 2 تا سنس الان اومده، 2 تا سنس میتونیم بزنیم، 2 تا سنس رو بهتون میگم. بچه بریم یه تست سریع بزنیم و بیایم. Blood. Triple kill. خب بچه دیگه تستش هم دیدیم، یکی از بهترین سنسای داخل این آپدیت که من تا الان داشتم. بچه ببینید سنس هم بهتون نشون بدم. بچه سنس اولیش 180، بقیه همه 100. این اولیش و دومی هم همینه، 2 تا سنس رو با هم یکی بذاری. و اینکه بچه چنل تلگرامی رو این پایین میذارم، برید همه عضو بشید. برای کاستوم هر شب کاستوم پان میذاریم و عضو باشید. ممنون. اگه میخوای از من حمایت کنیم این ویدیو رو لایک و من رو سابسکرایب کن و یه کامنت هم بزن. خدافظ.